بریم سراغ تمرین بعدیمون. تمرین شماره 46 رو با هم ببینیم. میگه دو تا سیم راست با جریان‌های یکسان آی رو در نظر بگیرید که یکی در صفحه و دیگری عمود بر صفحه است. اگر میدان مغناطیسی هر کدوم از آنها در نقطه A برابر با B باشه، میدان مغناطیسی کلی ایجاد شده در اون نقطه کدوم گزینه است؟ توجه داشته باشید، انگشت شستم رو میذارم در جهت جریان. خطوط میدان مغناطیسیم اینجا درون سوه. پس من یه دونه بی درون سو ناشی از این سیم اینجا دارم. اینجا انگشت شستم در جهت جریان، جهت پیچش 4 انگشتم میشه جهت میدان مغناطیسیمون. میبینم که جهت میدان مغناطیسی ناشی از این سیم توی این نقطه به سمت پایین هستش. توجه داشته باشید، من یه دونه جریان، یه دونه میدان درونسو دارم، یه میدان هم دارم به سمت پایین. خب این دوتا بر هم دیگه چی هستن؟ این دوتا بر هم دیگه عمودن. وقتی که بر هم عمود هستن پس بی کل و با توجه به اینکه با هم برابرن میشه بی رادیکال 2. توی سوال قبلی هم گفتم اگر این جریان، این میدان مثلا اندازش آ باشه این هم آ باشه، براینده اینها میشه آ رادیکال 2 وقتی که بر هم دیگه عمودن. حالا یه دونه بی درون سو دارم، یه بی به سمت پایین دارم که بر هم دیگه عمود هستن و بی کلمون مساوی میشه با بی رادیکال 2. بنابراین کدوم گزینه جواب صحیحه؟ گزینه 3 جواب صحیح ما هستش. قسمت بعدی رو ببینیم.